سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به ویدیوی جدید. تو این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم چجوری بازی کیودیپای 2 رو با استفاده از این برنامه بازی ساز ساختم. این برنامه بازی ساز تا به حال راجبش آموزشی ضبط نکردم و همه ویدیوهای داخل چنل در رابطه با این برنامه بازی ساز هست که این برنامه داخل کانال تلگرام هست. یعنی لینک در واقع فایل نصبش در واقع داخل کانال تلگرام هست که میتونید از کپشن ویدیو وارد کانال تلگرام بشید و حالا بازی ها هم رو نصب کنید. بازی کیودیپای 1 هم مربوط به ویدیوی قبل هست که کامل بهتون توضیح دادم و با این برنامه بازی ساز ساختم و آموزش های قبل و ویدیوهای قبل در رابطه با این برنامه هست که کامل توضیح دادم که حالا کد نویسی هم اصلا لازم نداشته. ولی امروز کیودیپای 2 که میخوام بهتون توضیح بدم چجوری ساختم در رابطه با این برنامه هست. این برنامه هم بازی ساز هست ولی من توصیهش نمی کنم. در ادامه میبینید چرا. دلیلش اینه که شما باید به خاطر منتشر شدن برنامه یا حالا خروجی گرفتن و منتشر کردنش داخل حالا بازار یا مارکت یه هزینه ای بدید. حالا خود برنامه هم داخل گوگل میتونید نصبش کنید. برنامه اپچه هست که حالا قبلا داخل مارکت بود یا حالا کافه بازار که دیگه نیست، ولی داخل سایت های گوگل هست و در واقع قالب بازی سازی توسکا هست که میتونید باهاش بازی کلمات بسازید. یعنی بازی با کلمات، مثلا یه عکسی میذارید خودتون از گالری، اضافه کردن مرحله جدید و اون عکسی که آپلود کردید مثلا پرچم ایرانه، جواب اونم دیگه مثلا میشه ایران. حالا بستگی به بازیتون داره که در رابطه با چی هست و با توجه به عکس باید یه جوابی برسن. مثلا اگه این بازی در رابطه با پرچم کشور هاست، یعنی کلیت بازی سازی با این برنامه همین بازی کلمات هست، بازی دیگه ای نمیتونید بسازید. و اگه بخوام اجراش کنم یه تبلیغ میاد و اگه بخواید اجراش کنید که خودتون ببینید میتونید. بذارم از صداشو قطع کنم. شما اگه خواسته باشید از این الان نصب بگیرید یا خروجی APK بگیرید و بخواید رو موبایلتون نصب بشه باید یه اشتراک بخرید. یه فکر کنم حدود 100 تومن باشه. رو بذارید من ببینم. مثلا این الان ایران جوابش، شما اگه اشتباه جواب بدید مثلا اینجوری ایران. خلاصه بازی با کلمات میتونید بسازید و یعنی فقط عکس میذارید اونجا و یه متنی رو که میخواید جوابش باشه رو تایپ میکنید و چیز خاصی نداره و دستتون خیلی باز نیست و کلیت بازی همینه که میگم. اگه بخواید ازش خروجی درست حسابی بگیرید رو تنظیمات مثلا بزنید، حالا یه آیکونی هم براش بذارید، بعد مثلا نام برنامه هم باید بهش بدید، مثلا پرچم ها، یه نامی هم براش میذارید. این هم پکیج نیمش هست که حالا کاری بهش نداری. ولی اگه بخواید در واقع بازیتون رو APK کنید و اینا 169,000 تومان باید پول بدید که یعنی بتونید داخل حالا مارکت یا کافه بازار منتشرش کنید. حالا میتونید طرح تست برای دل خودتون اگه بازی بسازید، فکر نکنم مشکلی داشته باشه. و حالا باید یه تبلیغ ببینید که بتونید نصبش کنید. ولی من اصلا ساخت بازی با این برنامه رو توصیه نمی کنم، چون اگه برای دل خودتون همینجوری میخواید بسازید اصلا خیلی شاید باحال هم باشه. میاد اینجا به راحتی مثلا حالا یه سری اینا رو میتونید رنگاشو تغییر بدید. حالا خیلی هم شاید آشنا باشن با این برنامه بازی ساز، این موضوع درباره هم بذارید. و اینکه مراحل رو خودتون میتونید از گالری بسازید. میتونید اینجا از گالری اینا رو تغییر بدید، حالا آهنگ بازی و در واقع مرحله ها هم میتونید مثلا یه عکس مثلا یه چیزی بذارید و جوابش، یعنی با توجه به عکس برسن به اون جواب. و در کلیت بازی سازی باهاش همینه و چیز خاصی اصلا نداره. میتونید در واقع رو گوشی خودتون نصب کنید ولی دیگه جایی نمیتونید منتشرش کنید، یعنی داخل حالا کافه بازار یا مارکت. و اینکه حالا بازی رو داخل کانال تلگرام برید دانلود کنید. گذاشتم براتون داخل کانال تلگرام. بعد از اینکه دانلود کردید دادن دسترسی رو میدید
که این دادن دسترسی هم فقط به خاطر اینه که بازی از ادامهش بیاد. یعنی الان مثلا مرحله 10 باشم بازی رو پاک کنم دوباره بریزم، بازی از ادامه مراحل میاد و همین. حالا این بازی رو من خیلی فکر کردم و ساختم و بعضی در واقع مراحلش حالا خودتون باید نصب کنید داخل کانال تلگرام. گفتم اون اروری هم که داره مشکلی نداره و در واقع باگی چیزی نیست، در واقع ویروسی چیزی نیست. مثلا اینجا تایپ میکنید و میگم اون بالا مثلا تبلیغ اگه اینترنت روشن باشه میتونید ببینید مثلا 15 تا سکه، اون پایین راهنمایی دارید. ولی برای دل خودتون اگه خواستید بازی بسازید خوبه در همین حد. اگه بخواید مثلا بسته اشتراکشو بگیرید اصلا در واقع به صرفه نیست. مثلا اینجا بهمن دکتر ناسا، حالا من چند تا مرحلهشو رد کنم بفهمید. مثلا اینو که بزنیم، بمبو که بزنیم چی میشه؟ چند تا از حروف اضافه میره. مثلا بادکنک رو بزنیم چی میشه؟ مثلا یه سری حروف رو بهمون نشون میده، یه سری حروف رو نشون میده. این هم که اصلا مهم. خب پس تا اینجا فهمیدیم که بازی باید یه سری تصویر بدید و یه سری جواب بهش و کلیت بازی همینه. حالا فروشگاه رو من وصل کردم، اگه خواستید سکه بگیرید اینترنت رو روشن کنید و برنامه مایکت هست. این هم پرداختش با برنامه مایکت هست. اگه خواستید یعنی حمایتی هم اگر کردید لطف داشتید در حق من. و اگر خواستید حالا سکه بخرید باید برنامه مایکت که مثل کافه بازار هست، اونایی که نمیدونن برنامه مایکت چیه مثل کافه بازار هست، اونو نصب کنید و در واقع با شماره‌تون واردش بشید، یعنی حساب کاربری داشته باشید داخل مایکت و همین. پرداختتون هم از طریق مایکت امن هست و خواستید حالا سکه چیزی بخرید داخل در واقع بازی مراحلش در واقع گیج شدید و کمک خواستید میتونید از فروشگاه بازی سکه بخرید. یا حالا میگم اون بالا یه سری تبلیغ هم میاد، گزینه تبلیغ حالا فعلا نیومده، اونم میاد میتونید مثلا از اون قسمت هم در واقع سکه بگیرید. اون بالا میبینید اون گزینه تبلیغ 15 تا سکه بهتون میده با اینترنت اگه برید تو بازی. و کلیت بازی همینه و هم مراحلش رو باید رد کنید. جون مراحلش حالا باله، اونجا هم که گیر کردید میتونید از پایین مثلا کمک بگیرید، مرحله گیر کردید از پایین کمک بگیرید و کلیت بازی همینه. حالا میگم اون بازی قبلی یعنی پیودیپای 1 خیلی بیشتر روش وقت گذاشته شده و با این برنامه ساختمش. تنهایی ویدیو قبل رو اگه ندیدید در رابطه با پیودیپای 1 هست، حتما ببینید که خیلی بهتره بازی. و این بازی هم خیلی کار شده روش ولی پیودیپای 1 خیلی بیشتر وقت گذاشته شده روش. و این بازی هم میگم باید دودنده مراحلش رو طی کنید و با توجه به تصویر مراحل ها رو جواب بدید که حالا بعضیاش فانه، بعضی از مرحله ها فانه و باید پیش برید. حالا خواستید از شاپش هم خرید کنید، گفتم برنامه مایکت رو باید نصب کنید و همین. ویدیوی قبل خیلی باحال‌تره، اونو حتما ببینید. این بازی هم حالا من سوالاش و مراحلش رو حل نمی کنم که خودتون برید جلو، خیلی باحال بعضی از مراحل و اینکه اگه توضیح بدم مراحل رو دیگه جذابیتی نداره. و همین دیگه، اگه خواستیدم داخل کانال تلگرام نصبش کنید و از اخطار گوگل پلی هم نترسید، اصلا مهم نباشه براتون چون دلیلی پشتش نیست، فقط چون قدیمی هست بازی ها این مشکلات رو داریم. امیدوارم لذت برده باشید از این ویدیو و ویدیوی بعدی هم هرچی خواستید بسازم داخل کامنت ها بگید. خیلی ممنون. ویدیوی بعدی میبینمتون. خدا نگهدار.